سلام، چطورین؟ خوبین؟ خوش میگذره. خب از اونجایی که سه شنبه روز مادر، البته من چند وقت پیشا گفته بودم، آره یه تابلو کشیده بودم، تابلو دکوراتیو چش نظره. از اونجا یه سری از بچه گفتن چندمه. بله، 13ام روز مادره. کادوهاتون آماده کردین؟ چی دوست دارین بدین؟ اگه نقاشی بلد باشین که خیلی راحت یه نقاشی میکشین و بهش هدیه میدین. البته که روز پدرم نزدیکه، ولنتاین، خیلی چیزا نزدیکه. نمیدونم شما کدومشو دوست دارید هدیه بدین. خب حالا اگه دوست دارید هدیه نقاشی چیزی بدین یا آموزشی، سایت رنگ بوم در خدمت شماست. خب چطوری این که ما تابلوهای سفارشی هم برای شما انجام میدیم. میتونید داخل سایت مراجعه کنید و سفارشتون رو ثبت کنید. اگه خواستین آموزش‌ها رو هم میتونید بهشون هدیه بدین.